اول به طاغوت کافر شوی. طاغوت کی است؟ آیا طاغوت فرد است یا گروه است و یک اندیشه هست؟ و طاغوت خود به خود طاغوت درست نمیشه. شرکایی در این حرامخواری دوروبر طاغوت هستند که اینها طاغوت رو در واقع طاغوت درست میکنن، پرورش میدهن، مغرور میکنن، زمین سازی میکنن، بزرگش میکنن. این افراد که شریک هستن در این حرامخواری طبعا در اون طاغوت بودن هم شریک هستن. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله طاغوت کی هست و اقسام طاغوت و ای که چرا کفر به طاغوت اول آمده و باز بعد از او ایمان به الله آمده. یکی از موضوعات بسیار مهم اعتقادی هست. علمای اسلام طاغوت تعریف میکنن و میگن که طاغوت ما تجاوز به العبد حده، وقتی که یک بنده از حد و حدود خود تجاوز بکنه، من معبود او متبوع او مطاع، که این شخص وقتی که از حد خود تجاوز میکنه یا از جمله کسایی میشن که عبادت میشن، او متبوع یا متابعت میشن، او مطاع یا اطاعت میشن. مخلوقاتی که بغیر از الله عبادت میشن این طاغوت گفته میشه. عیسی علیه السلام بعد از ای که الله او را بالا برد و به طرف آسمان بود، پیروای از اینا با گذشت زمان گمراه شدن و او را عبادت کردن. این طاغوت گفته نمیشه، بلکه طاغوت کسی گفته میشه که در زندگی خود مردم به عبادت خود دعوت بکنه، و یا طاغوت کسی گفته میشه که در زندگی خود وقت مردم در مقابلش عبادت کردن ای از عبادت از اونا راضی باشه. اینا در عبادت به دو شکل طاغوت گفته میشه. بعضی کسا هستن که عملا مردم به طرف عبادت خود دعوت میکنن که بیاین مثلا بر من رکوع بکنین، بیاین بر من سجده بکنین، بنا من نذر و قربانی بکنین. این شخص هم طاغوت گفته میشه. و همچنان ای که خودش نمیگه لکن مردم عوام از جهل، از نادانی بر از او یک عبادت انجام میکنه و این ممانعت نمیکنه. این هم در جمله طاغوت میره. در روز قیامت در جمله طواغیت حشر میره. چرا؟ وقتی که یک کسی به کفر رضایت میداشته باشه، الرضا بالکفر کفر. دی اکثرا شخصیت های بزرگ، اکثرا علما و کسایی که شهرت پیدا میکنن، وسوسه شیطان است که عوام الناس بر از اینا احترام افراطی میکنن. اکثرا اسباب شرک دوستی و محبت افراطی هست. وقتی یک کسی به شکل افراطی به کسی احترام میکنن، محبت میکنن، این سبب شرک میشه. و اینمی است که بسیاری اوقات بعضی کسا برای بسیار کسا احترام میکنن، بر از او چی میکنن؟ در مقابلش یک عبادت انجام میدن، خود ذلیل میسازن. بنان عالمی که عالم ربانی باشه و کسی که ولی حقیقی باشه، او برای کسی اجازه نمیده که آنچه که در مقابل الله انجام داده میشه در مقابل از انجام داده شد. چرا؟ وقتی که به عبادت راضی شد ولو که خودش دعوت نکرده بود، این شخص به طاغوت مبدل میشه. وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا